قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. دليلتون خاصة شبه يعني ضعف إيمان بالقدر. قدر بمثلا جاب باب قدر بضعيف بدن معنوش هنده غالب ها همین چیز یعنی سرش یک مصیبت که میبیاد مثلا چی میشد ها صبر نمیکنه یک مصیبت که اومد مثلا نمیدونه که مصیبت از الله تعالی این چیز به حکمت اومد این باید که تو راضی شوی این با صبر کنی این با مثلا چیکار کنی یعنی ها اینو چیکنی این چیزایی که نمیدونن ضعیفی یعنی چه ضعف ایمان بالقدر یعنی قدر به تقدیر قضای قدر به که ایمان نیست ضعیف یا که هست ضعیف انا من جهت چی پیدا میشه یعنی این چیزای سببش اساسی انا از این جهت پیدا شده میاد یعنی اصلا چی پیدا میشه یعنی از این چیز پیدا میشه یعنی سن طبعا جهل مثلا چی وای آدم مثلا چی یعنی فکر میکنه که یعنی خلاص میشه چی میشه یعنی اصلا اینو خلاص میشه نمیدونه که مثلا چی این خوشگشته چی با چی چیز به مثلا چی میکنه یعنی تعرض میکنه خودش چی چیز به دچار میشه یعنی این چیز یعنی از مثلا فکر میکنه که یک مصیبت دنیا خلاص میشه با همین چی کار تمام میشه این جای تمام میشه یعنی کسی که یعنی گفتیم که یعنی اعوذ بالله خودش کشتگی یعنی این چیز خطیر حدیث بخاری اومده که آدمی که خودش با آهن میکشد یعنی چی میشه دست چند آهن ابدالآبادی جاویدان مثلا دوزخ خنده همه آهن که خودش کشته عذاب داده به همین ابدی میمونه دوزخ خنده با زهر کشد انا میخیر خودش با زهر تو آخر چی عذاب داده میکرد باقی میمونه اگر خودش از شامیخه از کوه از امارات پرتافته کشد انا می احوال که چی خودش عذاب داده جاویدان ابدی دوزخ خنده میمونه یعنی دوزخ خنده چی میشه یعنی میمونه یعنی نمیگم که تو چی برای چی میکشی یعنی برای چی خودت میکشی یعنی برای چی خلاص مثلا سرم با مصیبت اومد یا کذا اومد یا چی شد مثلا من این چیزا تحمل کردن نمیتونم یعنی تو دوزخ خنده مثلا ابدی خودت همین عذاب که مثلا واسه چی خیل مثلا میکشی با کورد میکشی خودت دور باب میده یا دیگر میکنی دوزخ خنده ابیان این دنیا مثلا الله کم تا صبر میکنه الله تعالی چی میکنه یعنی شوش میتیاد فرج میتیاد آسان میبیاد باذن الله لیکن دوزخ به درآمد که اگه آسان میاد یعنی اگه آسان میبیاد تو به دوزخ خنده یعنی قبر های پیشتن در عذاب قبر های اول جنده بالای وای بیانه خیلی مثلا چی دو میشه جنازه‌اش چی میشه خطیر یعنی جنازه این آدم یعنی برای اهل علم میگوید که این آدم یعنی خطیر حالت هم میمرد یعنی علی کل یعنی این امرش الله سبحانه و تعالی یعنی این آدم یعنی مادامی که دعوای اسلام میکرد مسلمان بود بخشنده یعنی به جنازه یعنی دفن کردن نمیشه یعنی 4-5 کس جمع میشن جنازه میخونن یعنی جنازه این بله لیکن چه امام مثلا طالبای علم اینا نمیرن یعنی تو که دیگه رو به زجر شود داخل یعنی جدی گرفته شود یعنی فهمت که خلاص همین احوال میجد یعنی مرده ترم خیر میبرود یعنی به جنازه به چیز یعنی خیر اگه کردم 3 نفر 4 نفر میشن اونجا برفته جنازهش میخونند و دفن میکنن یعنی اما امام طالبای علم مثلا دام الله های ملا های اینا جنازهش به اشتراک نمیکنن یعنی خطیر خود کشتن